سلام دوستان، به این ویدیو خوش اومدیم. ما میخوایم توی این ویدیو یه راه مخفی درست کنیم که برای درست کردن راه مخفی به این وسیله رو نیاز داریم. یه درخت برمی‌داریم داریم، تقریبا پاچه درختیه. بریم یه دونه رستون برمی‌داریم، رستون داست برمی‌داریم، لول برمی‌داریم، بریم یه دونه هم از این رو برمی‌داریم و وقتی که پرتوشیم یه درخت میذاریم و میزنیم رشد کنم. وقتی که زدیم دو تا سیکی بیستون قرار میدیم، میکنیم اینجاشون بعد دستون میذاریم. وقتی که مورد سانوزشون لولمون رو میذاریم و میایم اینجا. وقتی که میزنیم و میزنیم که اهراممون از اونجا معلوم میشه و میزنیم رو اهراممون، درخت رو میکشی جلو. وقتی که اهراممون رو برمی‌داریم درخت میکشه. حالا ما اینجا راه مخفی می‌خوایم درست کنیم. که دوستان میتونیم بزرگتر کنیم یا دکور بذاریم، وسایل دکوری. حالا من مثلا یه چست برداریم، یه دایموند برمی‌داریم. لعنتی دایموند کو خایلاش. و وقتی که چست برداریم دایموند رو میذاریم در چست که با کسی بازی کرد داریم کسی شد. یه دونه نرد بوم برمی‌داریم و اینجا نرد رو میذاریم که دوستان وقتی واسه اینم معلوم نشه به پرین روش ناپدید میشه. دوستان اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه و راستی دوستان ببخشید اینجا رو دوستان اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اگه از این ویدیو خواستین داخل کامنت پارت بعدی رو بنویسین، من از اون بیام واسهتون بسازم تا یه ویدیو بعدی. بدرود، خدا نگهدار.